رفته بودیم شمال، بعد یه ویلا گرفته بودیم، همه با کفشایشون که اومده بودن همه کفششون در آوردن گذاشتن، من کفشام یه ذره چیزتر بود، پاشنه‌شو خوابونده بودم. بعد شب نگاه کردم دیدم هر کی میخواد بره بیاد هیچ کفشی خودشو نمیپوشه، همه کفش منو میپوشن. خیلی موقع‌ها ما تو زندگی دم دست بودن باعث میشه که همه سوار ما بشن. خب یاد بگیریم خیلی دم دستی نباشید، آدم خوبی باشید، کمک کنید، مهربون باشید، ولی کفش پاشنه خوابیده نباشید. یاد بگیر برای خودت حد و مرز بذاری و دم دستی نباشی. کسی که همیشه در دسترسه کم کم از چشم ها میفته و دیگران به میزانی به تو احترام میذارن که تو به خودت احترام میذاری. آدم های قوی نه مغرورن نه سرد، فقط ارزش خودشون رو میدونن، به خودشون احترام میذارن. اینو بفرست برای ارزشمندترین آدم های زندگیت.